واقعا امروز از بچه ها از روسیه سوالی بسیار شد. واقعا به یک زن صدقه فطر را جمع کرده طعام خریده دادیان طبق سنت. بله. بعد آن زن سوالی همون با مردم است که همون زن آیا همون چیزها رو فروخته میتواند، میخواست فروشد. و با سوالی دیگر در دوامش همی که ما میتونیم همون چیزها رو خریم از وی. یعنی که هم صدقه کرده است و یعنی که مال رو داده است. آدمی که صدقه کرده است خودش حق ندارد خرد. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در حدیث گفتیم آدمی که داد است گشته گیرد مانند سگی که قای کرده است و خورده است. شما اینجا گشته نگرفتید، گشته خریدید. همین هم به همین حدیث می‌دارد. برای آنکه حضرت عمر رضی الله عنه با وجود آنکه ملهم المحدث بودند، شخصیتی بودند که در 30 جای قرآن با الله تعالی موافقت کردند. وافقت ربی فی 30 آیه، در 30 موضع با الله با پروردگار موافقت کردند. یعنی عمر پیشه که یک چیز میگفت الله تعالی طبق سخن عمر آیات نازل میکرد. یعنی که حضرت عمر با وجود اینکه ملهم بودند سخنشان با قرآن موافقت میکرد، به آدم اسب داده بودند، همان آدم اسبش رو به فروش مونده است. گفتن که من میتونم همان رو خرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئه. آنها که به هدیه دادهش برمیگردد، یعنی برگشتن خواه به واسطه پول خواه به واسطه بدون پول، گویا که شما به هدیه مانند سگی که به قیئش برگشته است. گفتن نگیرید. هیچگاه انسان هدیه دادهش را از دیگر کس طلب نکند، منت نکند. بنابراین نخرید. آنها دمایی که دادید نخرید. لیکن دیگر کس مثلا شما دادید من میتونم خرم صدقه فطری آن را. این یک مسئله. دویمش زنک میتواند فروخته. سومش این که راجح بودن یک جانبی حق داشتن مذهب حنفی و مذهب امام بخاری در این مسئله. برای چی؟ برای اینکه وقتی که به کمبغل برنج و آرد میدهید به پول محتاج است، مجبور میشد به پولی کم فروشد. در اینجا کی فایده میکنه؟ تاجران. من به چشمم دیدم. سال 19 ساله بودم در مدینه منوره به نماز عید میرفتم. روز عید طبق سنت بعد نماز بامداد از کوچه زکات خریدم. زکات فطر را در مدینه به همون یک گوییم لینچه یا قابچه علاهیده 1 ساع می اندازم با دوختگی با صدقه فطر نویستگی تیار. به 10 ریال خریدم. بعد دستم گرفتم که ما مسجد رفت دیم. باید به کمبغل دیم. بعد پرسیدم که یگان محتاج است. گفت که اونجا یک زنک نشستگی است. یک زنی سیاه‌پوست به نزدش یک دسترخوان بر این یک متاق شدگی است. همونجا مردم صدقه های فطری خود را به نزدش گذاشته ایستادند. وقتی که من گذاشتم در نزدش تقریبا 10 دانه بود. همشه گرفته برده 7 ریالی به فروشنده داد. من این رو به چشمم دیدم. شما 14 ریال دهی خرید. به 10 ریال ما خریدیم به این دادیم. این برده به 7 به او داد و با دهی فروخته ایستاده است. یعنی در همین جا ما اگر یک قاعده را علما ذکر کردن که کدامش برای کمبغل فایده ناکتر باشد گفتن. برای کمبغل 10 ریال دادن خوب است یا اینکه برنج تیم 7 ریال گویا که دادیم هم و به کار مهنت امر کردیم. و امروز هم که مردم مسافرهای ما که مبلغ‌های خود را از روی ایمان و از روی دینداریشان به خویشاوندان و به نزدیکانشان با در فکری وطن هستند میفرستانند. بیچاره ها دیگه آنها طعام فرستانده نمیتونن، مبلغ میفرستانن. و یا آدم بیگانه هست بگانه هست وظیفه دار میکنن که این پول گیر برده به فلانی ده، یا اینکه مباشرتا اگر به عنوان و به نامری کارته خودی فقیر فرستانند هم با اونجا چی فرستانیده نمیشد. یعنی دانه پول فرستانده او خودش وکیل کنیم که راو رفته 2 کیلو گندم خر 3 کیلو گندم خر به خدا تحفه کن گویم، یا اینکه یک کسی دیگه وظیفه دار کنیم در روز عید که مردم هم دیگر به یک کار و تشویش خود را دارن. این هم وجهه نظری مذهب امام ابو حنیفه و مذهب امام بخاری رحمت الله علیه را یعنی ترجیح میدهد، یعنی آن را بدعت و خطا شماریدن نادرست است. یعنی که پول داده می شود در این حالت.